شرکت آیرس که مسئولیت نگهبانی شورای دوشنبه خوجند چنوق را بر عهده دارد، روز 23 نوامبر سال 2023 خبر داد که صبح امروز در کیلومتر 119 در این راه یگانه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان کوپاره لغزیده به بالای راه فرو ریخت و در نتیجه 50 متر راه آسیب جدی دیده است. تکنیک و مکانیزم های نمایندگی فیلال شرکت در منطقه زرافشان فوراً به محله ذکر شده سفربر گردیده در مدت کوتاه حرکت یکسمته نقلیات امکان پذیر گردید. گفته می شود در اطلاعیه شرکت افزود که برای ترمیم هر چه زودتر قطعه آسیب دیده راه تدبیرها اندیشیده می شوند. لغزش کوپاره در شورای دوشنبه خوجند چنوق در پی بارشات شدید برف در این راه است که از شب 23 نوامبر به این طرف ادامه دارد و باعث ایجاد برخی محدودیت‌ها در روی ماشین‌های بارکش گردیده است. شرکت آیرس قبلا خبر داد که با مقصد ایجاد نکردن مانع به گزارش دیگر واسطه‌های نقلیات، حرکت فور و اتومبیل‌های بارکش با فاصله 10 دقیقه از همدیگر راه اندازی شده است. یعنی پس از هر دقیقه یک تا چنین اتومبیل اجازه گذشتن را دارد. شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه زمینی است که ولایت سوخت در شمال تاجیکستان را با مرکز و دیگر مناطق این جمهوری میپیوندد. راه دیگر الترناتیوی به این ولایت از طریق قلمرو ازبکستان بوده خیلی طولانی تر است و همچنین دست کم 2 مرتبه عبور و مرور از مرز تاجیکستان به ازبکستان به همراه دارد.